بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دلهایی، ضعیفان را پناهی، مؤمنان را گواهی. چه عزیز است آن که تو خواهی. پس یا عزیز به نام تو آغاز می کنم که نامت بهترین و زیباترین نام هاست، کلامت برترین و شیواترین کلام هاست و البته یادت هم آرام بخش دل هاست. سلام و درود میفرستم بر حبیبت و سفیرت که رسول گل هاست، رحمت به جان هاست و محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مردم، الهی که خوب باشیم. خیلی ممنونم که انتخاب شما یاد خداست. خدا کنه اینجا به شما خوش بگذره. ما همچنان به دعای خیرتون مشرف هستیم در امامزاده موسی مبرقر در شهر مقدس قم و هرچند ما نایب الزیارتون هستیم، اما آرزو می‌کنیم خیلی زود شما زائر این مکان مقدس باشین. خیلی ها از جای کشورمون و از نقاط مختلف دنیا، هرچی سادات تقوی و نقوی و رضوی هست که برمیگردن به ایشان، میان اینجا و توسلاتی و خلاصه دست پر برمیگردن. انشالله که زیارت با معرفتشون نصیب اسمت شما بشه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوش آمدید به یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با اجازه شما سلام و خیر مقدم عرض بکنم خدمت استاد عزیزم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. خوشحالیم از زیارت. من همچنین خوشبختم از اینکه در خدمت شما زنده باشین. ما خدمت شما محبت عزیز هستیم. انشالله از برکات دعاهای امام سجاد علیه السلام بهره‌های کامل ببرید. الهی آمین. الهی آمین. به برکت حضور شما. ما همونطور که حتما در جریان هستین، عرضم حضور شما که از 2 هفته گذشته پیرامون صحیفه سجادیه بحثمون رو آغاز کردیم محضر استاد و این نوبت قرار شد بپردازیم به دعای 7م صحیفه سجادیه. بعد بیشتر باش آشنا باشیم. هرچند آشنایی ابتدایی رو هممون پیدا کردیم چند سال گذشته بعد از شیوع اون ویروس منحوس کرونا که حالا شر بود اما یه برکاتی هم داشت. حالا حتما یادتون هست برکاتشون، همدلیا و اینایی که اتفاق افتاد. یکی از برکاتش هم همین آشنایی بیشتر مردم از زمزمه بیشتر مردم دعای 7م صحیفه شریف سجادیه بود که حالا میخوایم تو این برنامه بیشتر با فرض‌های این دعا آشنا بشیم. در خدمت. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من یمسسک الله بضر فلا کاشف الا هو. خب ما در آیات قرآنی و در معارف دینی نسبت به ماهیت این عالم و ارتباط ویژگی‌های گوناگون این عالم، امور این عالم با ذات اقدس الهی و ارتباط بعضی از وقایع با فعالیت انسان، آیات روایات زیادی داریم که نشان دهنده این است که در حال این عالم و امورش مقدر خدای متعال است. الذی قدر فهدی، الذی اخرج المرعی. اون وقت خدای متعال ما رو با یک وسائلی مجهز کرده که برای اون هدف عالی از خلقت که بندگی و اظهار خضوع آگاهانه با معرفت خاص به درگاه خودش هست آفریده. منتها این خلقت با اون هدف یه لوازمی داره که به هر حال نیازمندی های مختلفی در ما قرار داده شده و اموری رو هم در عالم خدا قرار داده که این نیازمندی ها رو برطرف میکنه. اینها اون دید توحیدی نابه که به ما خدای متعال توجه میدهد که در همه این شؤون، هر جنبه‌ایشو که نگاه بکنیم، به هر حال بی حضور خدا، بی دخالت خدا، به هر حال به نوعی
نیست. موجودات آثاری دارن، این آثار مال خودشونه، منتها استقلالی در اون اثر ندارن. خداست که از این طریق این اثر رو ظهور میده. این دیدگاه توحیدی صحیح هست که در دعاها این دیدگاه ها بهش توجه شده است. یکی از مسائل مهمی که ما عمدتاً باهاش مواجه میشیم در زندگانی دنیا، این استکاکات، این تعارضات مختلفی است که در حال به ما پیدا میشه که از آن به مشکلات تعبیر میکنی. حالا مشکلات جسمانی هست، خب من نیاز به خوردن دارم، یه اندازه‌ای داره این خوردن، چی بخورم مفید اینها، و اگر امر مفیدم زیاد بخورم مبتلا به مشکل میشه. و همینطور اینا از لوازم این عالم. لذا خدای متعال ما رو مجهز به عقل کرده، مجهز به اراده کرده، مجهز به تفحص کرده که بریم خوبی های واقعی رو، اندازش رو درک بکنیم، به اون اندازش با راهکارهای شرعی به آن برسیم که اگر به اون خوبی های واقعی نخواستیم برسیم، عقلمون رو به کار نبستیم، عواطف، احساسات اینها غلیان پیدا کرد در ارتباطات، یا به هر حال اون وظایفی که باید به صورت طبیعی من مراعات بکنم مراعات نکردم، یا وظایفی که در شرع مقدس به ما فرمان دادن که کار را انجام بدید که به هر حال به مضرت‌های جسمانی یا روحی و امثال اینها. خب حالا این مشکلات به نوعی حالا بی واسطه یا با واسطه، بی واسطه من یا با واسطه من، اینا پیدا شد. آیا ما توی مشکلات بمانیم یا اینکه نه راهکار داریم؟ این دعای هفتم این رو داره بر ما بیان میکنه که به هر حال این دید رو میده که این عالمی است که انسان به تعارضات برخورد میکنه، تعارضات منافع خودش یه منفعتی با منفعت دیگر. من میخوام به یه سرمایه هنگفت برسم، این توهم میاره که بیخوابی بکشم و نه بیخوابی بکشم ضعف اعصاب، به این جهت بخوام برسم اون جهتم. خب این تعارضات در وجود خود انسان، تعارضات در ارتباط با دیگران و امثال اینها هست، تعارضات با به هر حال جهان طبیعت انسان پیدا میشه. این یک واقعیت و اینکه راهکار نرسیدن به این تعارضات هم به هر حال هست، با عقل و با تجربه و با مشورت و همه اینها رو خدا در ما قرار داده و در همراه با اینها دین الهی به ما دستوراتی دارن که ما این اگر واقعا درست حرکت بکنیم این تعارضات حل میشه. لذا در بین پرانتز انبیا و اولیا که به این مسائل آگاهی دارن و به اینها هم عمل میکنن به یک تعادل وجودی رسیدن. بله. البته اونها هم با اینکه به یک تعادل وجودی رسیدن، بلحاظ اینکه ارتباطی با دیگران دارن، گاهی دچار مشکل میشن، دشمن پیدا میکن. پس این تعارضات برای همه هست تو این عالم. فقط عالم دیگر که انسان انشالله به سعادت برسه و به بهش بره، اونجا دیگه تعارضات نیست. در جهنم نعوذ بالله عین ظهور تعارضات. پس بنابراین ما تو این عالم فرموده که ما شما رو امتحان میکنیم و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، ما حتما شما رو امتحان میکنیم. این شرور هم در برخورد این امور با هم دیگه رخ میده. خدا شر ابتدا نمی آفریده، نیافریده،
یک چیزایی آفریده که اگر درست ازش استفاده نشه شر میشه. شرم معناش اینه یا این مانع از ادامه وجود این میشه، مثل عقرب مثلا اونا نمیشه. اگه من باش برخورد بکنم احتراز نکنم از نیشش و اینها، نیشش بر میکشه، یا کمال وجود رو، صحت رو از بین میبرد. آره. پس این شر از نای خدای متعال ابتداً آفریده نشده، در مقابل این شر درست میشه. لذا در سوره ناس بخونیم من شر، در فلق من شر ما خلق، من به پناه میرم به خدا از شر آن چرایی که آفرید. خب این استعاذه آمده تو این دعا، هم استعاذه آمده، پناه بردن به خدا، یعنی که حل بکنه مشکلات رو. منتها هم دوی گز کردن رسیدن به خیرات با اسبابش از جانب خداست، و این که ما به شرور نرسیم با ایجاد اسبابش از جانب خداست. و این که شرور به نوعی تو این عالم هست، این هم در اثر استکاکات به وجود میاد، این هم مسلمه. پس حالا اگر انسان به شری رسید، به ناملایمی رسید، اینجا دیگه متوقف بشه، دیگه تو همین ناملایم بمونه، مریض شد دیگه بمونه، بیکار شد بمونه، دیگه تقدیر من این بوده و دیگه تسلیم بشم. و آره مثلا حالا داره بارون میاد، سیل میاد، بمونه من برم زیر سیل مانع درست نکنم؟ نه، بیماری اومد من بله مثلا درم دنبال درمانش. بله، اینها به هر حال نیست. معنای این دعا این نیست. خدا را حلال مشکلات بدانیم و اینکه اسباب حل مشکلات رو هم خدا در عالم، در ما ایجاد کرده. اما مسبب الاسباب خدا. بله بله. این مختصر این دعای شریفه که به هر حال توجه به وظایف هم میده. خیلی خوب، خیلی خوب. به نظرم کلیات این دعا رو خیلی خوب تبیین کردین، و حالا اگر صلاح تونستین باز بعضی فراز ان شاء الله توی فاصله که دوستان بگیریم و برگردیم، بعد از شما بشنویم و استفاده بکنیم. بفرمایید. خشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قرار شد که فرازهایی از دعای هفتم صحیفه سجادیه رو بعد از توضیحات کلی که دادن استاد طاهری عزیز با هم دیگه بشنویم و استفاده کنیم. بله، عرض کردیم در فرازهای اولیه این دعا همون نکات توحیدی آمده که خدای متعال رو ما منشأ همه کمالات معرفی میکنیم و میشناسیم، و اظهار میکنیم در فراز سومش ذلت لقدرت کسعا، امور مشکل در برابر قدرت تو خارن، کوچکن، و لطف تو موجب شده که این اسباب در عالم به پا بشن که ما موجود بشیم و اینها ارتباط داشته باشن، به همدیگه خیر برسانن، و همه امور تحت فرمان تو هستن. و اگر چیزی موجود نمیشه، تو نخواستی که موجود بشه. و بنابراین تو همه مشکلات، همه امور تو خوانده میشوی، تو خوانده شده هستی. البته اینا معارف عمیق‌تری داره که تو این بحث‌های عمومی جا نداره. اینجا دیگه میخوام یه مروری بکنم. بعد به خدای متعال عرضه می‌داریم که خب این کلیات اول گفته میشه، بعد تقاضای خودمون. حالا من سختی پیدا کردم خدایا، فقط نزل بی یا رب، اموری که به هر حال نمیتونم من اونو بکشمش، و به هر حال تو هم قادری اینها رو برطرف بکنی و کسی هم نمیتونه جلوی تو رو بگیره. اگر عنایت بکنی اگر عنایت نکنی، کسی تو رو نمیتونه مجبور بکنه که
تو برحال مختار مطلقی، قادر مطلقی، منتها با اون قدرت مطلقت به منم قدرت دادی که از این طریق برم، به منم اراده دادی، نه اینکه اراده من قطع شده. بعضی از این به هر حال شرور به اراده من محقق میشه، ما مشکل داریم، به هر حال مخالفت میکنی، هواهای نفسانیمون غلبه میکنه، به هر حال زیاده خواهی میکنی، به حقوق یکی دیگر تجاوز میکنی، اینها تأثیر میذاره. فرمودن به هر حال ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء، اگر تقوا داشته باشن، ایمان داشته باشن، ما برکاتمون رو از آسمان و زمین باز میکنیم، لکن خدا میخواد ما رو تنبه بده. برای جنگ ها در اصل طغیان هواهاست دیگه. خب یه وقتی بعضی هواها بود، این دشمن رو آورد، این دیگه وقت دیگران هم وظیفه داره. اسرائیل نباید می آمد، عده‌ای راهش دادن و مسلمان ها نشستن رو و نگاه کردن عده‌ای و کمک نکردن مسلمان های دیگر رو، چشم باز نکردن که اینها آمدن زمین ها رو به چی میگیرن. و خب اینها چیزهایی است که اون اولی ها خلاصه جرمشو داشتن، رفتن صلح کردن و امثال اینها و همینطور. اینا از مشکلاتی است که رخ میده دیگه. بنابراین خدای متعال ما تجهیز کرده به وسایلی که به کمال واقعی برسیم، منتها این زیاده خواهی های گوناگون نمیذاره اون کمال واقعی رو دنبال بکنیم. خب در این دعای شریفه میفهمند که خدایا من میخوام رحمتی از ناحیه تو شامل من بشه و از این مشکل بیرون بیام. خب حالا میخوام از مشکل بیام بیرون، برم سراغ وظایف هم انجام بدم، وظایف شرعی و وظایف عقلایی. وقتی که از یک مسئولی ما مشکل دیدیم دیگه، یا باید او رو نهی از منکرش بکنیم، اگر نهی از منکر پذیر نبود بذاریمش کنار، دیگه او رو 2 مرتبه نیاریمش، عقل رو بیدار بکنیم. در روابط مختلف، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، در اثر درست به کار نبستن به هر حال جمعی، این به هر حال وسایل رسیدن به کمال مطلوب انسان رو دچار مشکل میکنه. لذا ما میبینیم که مشکل اصلی دوری از دین الهیه، دوری از انبیاء الهی است. و اگه بخوایم ریشه‌ای حل کنیم قضیه رو باید رجوع کنیم. از اول خلقت می‌بینیم که این روح آسایش به طور وسیع گسترده در بشر تحقق پیدا نکرده، با اینکه خدا وسایل آسایش رو، آسایش دنیایی و آخرتی رو فراهم کرده به واسطه تعالیم دینی. این تعالیم دینی جهت میده نحوه تصرف ما را در اون چیزهایی که خدا آفریده. این همه گیاه این نیاز نداریم و همینطور و این دستورات شرع مقدس به اینه آقا این کار رو انجام نده، ضرر داره، این کار رو انجام بده. تو خوراکی ها، تو خوابیدن، تو همه اینها ما اوامر و نواهی داریم. اوامر اشاره به خوبی ها، منافع، نواهی مربوط به آسیب هاست که انسان این آسیب ها هم هست دوچارش نشه. و اساس بسی شد این شد که دوری از دین الهی، انبیاء الهی و دستورات الهی است. لذا فرمودن این قضیه ادامه داره در کل عالم
جز در زمان امام رضا علیه السلام. چون یه عدل دین خدا در زمین حاکم میشه. این آسایش اولیه عمومی زندگانی دنیایی و معنوی برای همگان فراهم میشه. زمینه آسایش های دیگر هم هست، اون دیگه بستگی به انتخاب افراد داره و معرفتشون و تبعیت بیشترشون از امامشون. زمینه شکوفایی و به تکامل رسیدن استعدادهای انسان فراهم میشه و خب دیگه همه چی به نقطه اوج خودش خواهد رسید که هواهای نفسانی هم تجربه کرده. بله. لذا امام زمان وقتی میاد که همه حکومت ها تجربه شده. آره اینم تو روایات هست. یه حرفی داشته زده، آزمون و خطاشو کرده. این به خاطر همینه دیگه اون شرور تجربه شده، کنار زده میشه، خیر واقعی میاد تو عالم. همین میشه که دیگه عموما میپذیرن. بله. دیگه یک نسخه شفابخشی رو خدا کنه که باشیم اون زیبایی ها رو درک بکنیم، تو اون آرمان شهر مهدوی نفس بکشیم و زندگی بکنیم، عمرمون قد بده. خیلی حظ بردیم، عوامل نداریم، مخلص شما هستیم، محبت داریم. خیلی ممنونم. دلم میخواد این برنامه رو هم اینطور تمام کنم. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. با کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو با شما خداحافظی میکنم. اللهم عجل لولیک الفرج. یا حق خدا